آقا داخل این ریاکشن دو تا شاه از دو تا نسل متفاوت داریم. پوتک شاه نسل 3 و پیشرو شاه نسل 1. سلام به ستونای گنگ، امیدوارم حال دلتون هر کجا که هستید خوب باشه. اومدم امروز داخل این ویدیو آلبوم شاخ قرمز پوتک منتشر شد، اومدیم ریاکشن بریم به ترک دومش که با رضا پیشرو شاه نسل 1. یعنی یه جور رابطه پیشرو پوتک خوب شده که هر روز با هم هر هفته با هم یه ویدیو یوتیوب و موزیک میبندن و خلاصه یه رابطه خیلی باحالی بین این دوتا به وجود اومده که خیلی جالب و باحاله. ستونای گنگ یادتون نره چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زیاد نمونده تا 1000 تایی شدنمون، خیلی کم مونده. اگه واقعا حمایت ریزی بکنید به 1000 تا رسیدیم. دمتون گرم. مستقیم میریم سر ریاکشن. بچه‌ها دومین ترک آلبوم رضا پیشرو. چه سمه ولی اصلا کل آلبوم موزیک ویدیو درست کرده. البته پوتک داخل، یعنی پوتک هست تا پیشرو ولی داخل موزیک ویدیو حضور نداره، ولی خب خود پوتک فکر کنم برای یه ذره درآمد بیشتر که یوتیوب درآمد بیشتر میده به موزیک ویدیوها تا حالا مثلا موزیکایی که خالی آپلود میکنه 100% درآمدش بیشتره. آجی صدای پیشرو واقعا درمانه. این تتوی پوتک اینجا زده بود رو دستش، من اشاره کردم داخل اون ویدیو قبلی هم گفتم شاخ قرمز، الان داره نشون میده چجوری داره میزنه. اصلا این تتو رو یاد تتلو میافتیم، ما اسمش میاد. وقتی ریت هست هر کریسمس جهتمو میبینم، منو بالا سرم میذارم میدیریم کچر، عرق میریزم و هدفمو میچینم. چه تتوی باحالی هم زده. اون رفتی بالا که نمیشه ببینن، من نیومدم که پرسته شدن و ببینم. این تتوشو من داخل ویدیو قبلی هم نشون دادم، یعنی یه ویدیو قبلی، دو ویدیو قبل که پرداخته بودیم به حواشی شاخ قرمز. من 7000 سال بعد میمیرم و 70000 شا بعد من میشینن. و خودش هم قبول داره شاه خدا وکیل. چی میشه تا میدمش بهت، یشی تو رو میبره به غیب نشون میده این برو بهت، زیرش نمونده اونی که پر جیگر دلش، چرا رو پات وا نمیسی داری بی من استرس، یه روزی برمیگردی شده میهنت بهش. وای چه پیشرو واقعا صداش خداست، اصلا هیچ جوری نمیشه حذف کرد. کلا کارهایی که با پوتک بسته واقعا عالی بودن. اون بله قربان توی آلبوم پیشرو این از نوارو یه قیچی میزنیم بهش، این چا بالا فکر میکنه که من پیرم آخه جلوم اینجوری شک بری میدم. با پوتک رو داره دیس میکنه پشما. ببینیم این تیکر دوره. این چا بالا فکر میکنه که من پیرم آخه جلوم اینجوری شک بری میدم کیرمو بهت، هنو میخوای آجی اینم دیسه، اصلا کل آلبوم دیسه. چون بدم جایی میخمو بهت وقتی خدا خوشحاله بگو کی انگووره، هنوزا نمیتونی ببین. وای حیف شد تتل هم مد می آورد. تتل حسین فدایی اینو خیلی باحال میشدن یه می اومدن. نیکی خودته به پاتق نزنم تیغه تیغمو بهت، که شعر بنویسم یا شاجم پلود تو رو کبود دمو درخت خو. یعنی پوتک یه کاری کرد کل آرتیستای نسل 4 و 3 و دیگه تتلینا رو نمیدونم چرا نیاورد. کاش ترکا رو میکرد 20 تا، تتل رو می آورد، حسین رو می آورد، فدایی، کلا همه آرتیستا رو می آورد. میپرونه جیگرتو میخوره جا جغور بغور، استخوناتو میکنه تو تنور عموم. اوه دیس سم پیشنهاد میدم شرونمون تخم هر. این فکر کنم مستقیم داره میندازه به تتل که نمیتونیم بگیم این، چون داخل لایو قبلی که داشت اومد گفت با تتل اوکیه و اصلا با تتل هیچ مشکلی نداره. احتمالاً داره میندازه به بچهای نسل 4. ریوارم امروز گرفته بود قلبم رعوف نبود، همین سر که هت میزدی سرت نبود. نه میگه اگه من خواننده نمیشدم همین هدی که داری میزنی سرت نبود. کلی هدف داشت ولی واسش عجول نبود. نه اوه واجی چه جوریه؟ فکر کنم موزیک داستانی الان دهن رضا پیشرو داره میخونه پوتک. شاید واسه همینه که دیگه پلود نموندم، کلی کش تو جیبمه ولی یهود نبودم. چه تتوی باحالی هم زده. آره فیس اسلامی ولی از اون بر روندم. یه فیس اسلامی و از اون ور روندم، منظورش میگه بهش رونده شدم مثلا با دین اسلام. چی شده کیفت کو جوری که یادش نمیاد کیچت بود، زیر 300 تا جلو استیجت بود، تنها پسی که تو زدی پس پیجت بود. آقا این الان کیو داره میزنه پوتک؟ آقا اصلا با کسی مشکلی نداره، دشمن خیالیه فکر کنم. مینا رو که نمیتونیم بگیم میزنه، احتمالاً میندازه به بچهای پایدار. البته با عرفان اوکیه. لات که به ننه نمیگه مامان، گنده های شهر همه لوتیا با مان. میگه لات که به ننه نمیگه مامان. سلامتی همشون الان قوطیا بالان، تکرار میکنن مثل توتیا با هم. یه رو فکر زنگ میزنه تو اصله باش، تو لحظه باش. کاش پیشرو رو هم میآورد داخل موزیک ویدیو، خیلی باحال میشد اگه پیشرو هم میومد. ادا دیگه بسته داشت، یه دوره ابرو پسر و ور نمیداشتن، یه زمان تهران جا نختش دسته داشت.
میگه یه زمان که ابرو پسر رو بر نمیداشت. چشا خط هر رو میره بالا دوز، سینه سپر میدیم با کاراپوز، اینا مجازی فردیم میشن رو ولی واقعا به عنوان آخرین آلبومی که یعنی کلا آخرین آلبوم، آخرین موزیک، همه چی کلا پوتک دیگه میره از خوانندگی داخل مارکت رپ فارسی. واقعا باحال بود به عنوان خداحافظیش. آلبوم خداحافظیش بود کلا. در رو گلزارم پارادوکس، بزنیم عقب‌تر یکم. این تیکه گلزارم فردیم میشن رو در رو گلزارم بزنیم عقب‌تر. با کاراپوز، اینا مجازی فردیم میشن رو در رو گلزارم. فردین یکی از بازیگرای قدیمیه که خیلی مرام و معرفت داشت. خلاصه فکر کنم ته مرام بوده. بعد این میگه تو مجازی فردینی، حضوری گلزارید. فردیم میشن رو در رو گلزارم. چرا؟ پارادوکس دو پا دارم ولی یه اشباه، تو منظره میکشم به دیه نقشبای بوم. اوه حاجی، واقعا این موزیک پوریا دیست خیلی آرومه. مثلا دیس با گادپوری خیلی خشن بود، اینجا آروم نشسته ریلکس. اصل همم لکنت داره پا 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 پلشتای کون. اصلا هم لکنت داره حاجی. با سعی کنی اوضاع اوکیشه، با یه هوک که نمیشه محمد علی کلیشه. تهران KFC شاید یه رو الیشه، موزیکی نمیدم تو باشگاه ها پلیشه. کلی هدف داشت ولی واسش عجول نبود. ولی این ترک فکر کنم بهترین ترک آلبوم پوتک باشه، فکر کنم. نه ولی بعدش دیگه کلا ما خداحافظی کنیم. شاید واسه همینه که دیگه پلود نموندم. و بچه‌ها حالا آلبومو تمام کردیم، ریاکشناشو با پروندهشو بستیم، میریم ببینیم که پوتک کجا قراره بره. اصلا یه سری حاشیه هم اومده بیرون، من اون رو هم آماده کردم. اتفاقا منتظرم آلبوم تمام شه، ریاکشناش، بعد بریم سراغ اون اصل قضیه که تو کدوم گروه موسیقی انگلیسی قراره فعالیت کنه. کلی کش تو جیبمه ولی یهود نبودم. آره فیس اسلامی ولی از اون بر روندم. ولی امیدوارم پوتک کپی رایت نزنه. الان یه دونه اونور داره آپلود میشه، اون کپی رایت نخورده تا به الان. احتمالاً بعدش کپی رایت رو میزنه. چقدر طول کشیدی که تتوی شاخ قرمز پوتک؟ تتلو کلی بدنشو تتو میکرد، طول نمیکشید. تمام. پارادوکس. و یعنی یه جوری من دارم به قضیه نگاه میکنم اینه که الان پوتک خداحافظی کنه، نه دیگه میتونه با پیشرو بخونه تو آلبومش، نه پیشرو رو میتونه بیاره تو آلبوم، هیچ کاری دیگه نمیتونه رسما بکنه و یوتیوبری رو کلا ادامه میده دیگه. ستونای گنگ نظرتون رو حتما در مورد این موزیک بنویسید، یادتون نره چنل رو ساب کنید. و یه چیزی هم بهتون بگم، زیاد نمونده تا 1000 تا شدنمون. اگر ریاکشن خوشتون اومد، با من حال کردید، حتما سابو بزنید. دمتون گرم دیگه. خلاصه یه نظرسنجی میذارم داخل چنل ببینم کدوم موزیک رو ریاکشن برم بعدش. دوست دارم دورچی رو برم چون این مدت خیلی ترند شده. گندمم اونم اوکیه، ولی خب نظرسنجی میذارم بین دو تا ترک گندم و دورچی، ببینم کدومشو بیشتر حال میکنید که ریاکشنشو برم. دمتون گرم. یادتون نره چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما بزنید. دوستتون دارم. با امید دیدار.